به نام خدا و با سلام. با آموزش استفاده از FTP و فایلزیلا در خدمتتون هستم. نگران نباشید، نمیخوام یه چیز خیلی فنی و پیچیده رو براتون بگم. برخی از کاربران ما این پرسش رو دارن که چطور میتونیم به هاست یا فضایی که داریم فایل یا فایل‌های رو آپلود یا دانلود بکنیم. روش سنتیش اینه که شما مرورگرتون رو باز بکنید، بعد داخل سی پنل برید که اینو در ویدیوهای قبلی توضیح دادیم. داخل سی پنل که شدید، یوزرنیم و پسوردتون رو وارد بکنید، به بخش فایل منیجر برید و از اونجا آپلود دانلود انجام بدید که کار وقتگیری است. خیلی وقتا ما میخوایم بدون مراجعه به سی پنل این کار رو بکنیم. اگر هیچ برنامه‌ای نداشته باشید که کار آپلود و دانلود رو براتون انجام بده، مستقیما میتونید از پروتکل FTP استفاده بکنید. اینکه FTP چیه کار بهش نداریم، یه بحث فنیه. کامپیوتر رو باز میکنید، این بالا به جای 3 تا حرف W سایتتون کلمه FTP رو می‌نویسید. یوزرنیم و پسورد سی پنلتون رو اینجا وارد میکنید و فایل ها و فولدرهایی که در فضای وبسایت شما وجود داره همشون ظاهر میشن. فولدر اصلی وبسایت شما هم فولدر پابلیک HTML هستش. این فولدر رو باز میکنید. مثلا میگم من اینجا فایل به اسم ایندکس دارم، میخوام اینو دانلود بکنم. هم میتونید کلیک راست بکنید کپی و اینجا کلیک راست پیست که بیاد توی کامپیوتر شما، از اینترنت، از فضای شما، از فولدری که در فضای شماست میاد توی کامپیوترتون. یه روش اینه که خیلی راحت با ماوستون بگیرید بکشید روی دسکتاپ. عمل دانلود به همین راحتی انجام شد. آپلود هم به همین شکله. مثلا فرض کنیم که این فایل دیگه باشه، مثلا به اسم test.php. اینو میخوام آپلود بکنم. هم میتونم کلیک راست کپی، کلیک راست پیست انجام بدم، هم میتونم با ماوس این رو بکشم به داخل فضایی که دارم. به همین راحتی کار آپلود انجام شد. روش ساده‌ای هست، اما بهتر اینه که از نرم افزارهایی که برای آپلود و دانلود هست استفاده بکنید. این روش خیلی امنی ممکنه نباشه. خب، مرورگرتون رو باز میکنید و خیلی راحت می‌نویسید دانلود فایلزیلا. فایلزیلا یکی از محبوب‌ترین نرم افزارهای آپلود فایل هست. همون اولین لینکی که میاد رو باز کنید، برنامه رو دانلود کنید که من قبلا این کار رو کردم که وقت گرفته نشه. روی فایلی که دانلود میشه دوباره کلیک میکنید و فایلزیلا رو خیلی راحت نصب یا اینستال میکنید. برنامه که نصب شد 2 تا کلیک میکنید اجرا میشه. خب، دوباره همون سایت تمرینی رو استفاده میکنیم. ftp.aliprojects.ir یوزرنیم و پسورد سی پنلتون رو اینجا می‌نویسید و روی کویک کانکت کلیک میکنید، اتصال سریع. ممکنه پیامی بیاد که از شما بخواد ارتباطتون با هاست رو آیا تایید میکنید که شما جواب بله میدید. فایل ها و فولدرهای پشت صحنه اینجا ظاهر میشن. این هم همون فولدر پابلیک HTML. این هم همون 2 تا فایلی که تمرینی استفاده کرده بودیم. دوباره میخوام روی دسکتاپ مثلا این فایل ایندکس رو دانلود بکنم. این دسکتاپ هم در سمت ستون اینوری دسکتاپ رو استفاده میکنم. کلیک راست دانلود، یا اینکه با ماوس این فایل رو میگیرید میکشید این طرف. الان فایل روی دسکتاپ من دانلود شده. ببینید این فایل اومده روی دسکتاپ کامپیوتر. عین همین کار رو میتونیم برای آپلود بکنیم. به همین ترتیب برای آپلود فایل کافیه که مثلا یک فایل مثل index2 رو اینجا کلیک راست بکنم و آپلود بزنم، یا اینکه با ماوس فایل رو به این سمت بکشم. کار آپلود انجام میشه.
از توجه شما به این ویدیو سپاسگزارم.